به شما بینندگان گرامی، هواداران برنامه‌های تلویزیون جهان نما. این نوبت برنامه ما را از کشور آلمان، از شهر زیبای هامبورگ بیننده هستید. برابری که اومدیم به شهر آلمان و تماشا کردیم مکان‌های زیبا و سیاحی و دلفریب این شهر رو، اطلاع پیدا کردیم که یکی از آوازخوان‌های خوشنام و خوش صدا و خوش سلیقه ما فارسی زبان‌ها از کشور افغانستان مقیم شهری هامبورگ خانم رویا دوست اینجا کار و زندگی دارن و تصمیم گرفتیم که تا در داخل این برنامه با ایشان صحبت خوب عاید اطراف هنر و مشترکات فرهنگی دو کشور مصاحبه داشته باشیم و خوشبختانه این فرصت به ما دست داد. قبلا جهانی سپاس به شما که ما رو به حضور پذیرفتید تا یک صحبت خوب و یک صحبت عاید به اطراف روابط فرهنگی هنری مشترک ما و شما فارسی زبان ها داشته باشیم. حافظ جان ماشاءالله نام خدا، اما تو بلبل زبان هستن، مقبول صحبت میکنن که من آرام شدم. خب به هر صورت سلام های گرم من خدمت تمام بیننده‌های تلویزیون جهان نما و همه همزبان هایی که مرا از طریق همین تلویزیون همین لحظه میبینن میرسانم و امیدوار هستم همه شما خوش سربلند و موفق باشید. و همچنان بر شما خوش آمدید میگم در شهر هامبورگ ما، در شهر سرد هامبورگ، ولی دلهای ما گرم است برای شما. به شما ایساری سپاس میکنیم. شما فعلا این شب روزها چی مصروفیت دارین؟ پای چی کار و پای کار هستین در اینجا؟ امیر رقمی که میبینین ماشاءالله دوستا ساحل جان، شاپور جان و دیگه همکارا همه با هم در تمرینات هستیم. پروژه داریم که سر از اونا کار میکنیم. پروژه آهنگ های شب نشینی است، پروژه آهنگ های محفلی است، شاد برای مجالس و آهنگ های کانسرتی. دیگه من فکر میکنم کار ما بخیر یک 85-88% پیش رفته، یک کم دیگه مانده. شما در این راستا با کی همکاری دارید؟ با یعنی که اشعار کدام شاعران رو بیشتر در آهنگ‌های خود استفاده میبرید و آهنگ جدیدی که یعنی که هواداران شما میتونن آن را منتظر باشن به زودی کدام آهنگ است؟ تشکر. من خب اشعار عموما از شاعرای مختلف می باشد در این زبانهای ما و همچنان از دوست مشترک ما و شما محترم دکتر مسلی سلجوقی شعر دارم و یک شعر دیگه از اونام پیش من هست که ما میخواییم بخیر واسطور کار بکنیم، زیر کار است و بله آهنگ ها است دیگه، سرپرایز بماند آیسته آیسته. زندگی در دیار غربت چگونه میگذرد؟ آیا شما برای البته که وطن برای همه وطن است، چون که میگویند که به وطن نیست غریبی که کند یادی وطن، در وطن بوده به یادی وطن به وطن است. شما که پشتی کشور یعنی که زادبوم خود افغانستان هر روز مثلا فکر میکنید، آیا در وسط وطن در وسط سرزمین یگان ایجادیات یا سرود دارید شما یا که خوانده اید؟ اتفاقا همین آهنگ که از آقای دکتر سلجوقی براتون گفتم آهنگ است در وصف کابل به نام قصه. باز دوستا اگه برند یوتیوب نه ما میخوایم که الان هم کمی هم از امور ما زنده بشنویم. آهنگ قصه را بیا از وصف کابل قصه گوی، بیا از وضع کابل قصه گوی، ز پر پر گشتن گل قصه گوی. من یه آهنگ بسیار دوست دارم به خاطر که واقعا وقتی که آهنگ میخوانم بسیار در شعر از این درد داخل است و فعلا ما میفهمیم که متاسفانه هنر در مملکت ما واقعا مثل یک گل پرپر شده است و یا بدار زده شده و این بار اول نیست. این زندگی که من میکنم این بار دوم است که موسیقی اصلا بسته میشه برای میشه و موسیقی غذای روح و روان انسان است و خداوند آنقدر چیزای مقبول آفریده که وقتی صبح بهاری از خواب بیدار میشی و پنجره رو باز میکنی و بلبلان قدر مقبول میخوانن، تو لذت میبری، کیف میکنی. و من
متاثر هستم، بسیار سخت متاثر هستم برای از که فعلا مردم ما که آنقدر روح و روان آزرده دارن از اینکه از یک دنیای خوب، از یک چیز خوب لذت ببرن، محروم هستن. و من یک چیز باید یادآوری بکنم، در طول بیشتر از 30 سال که من در آلمان هستم، من یک دهه افغانستان بودم. 10 سال من رفتم افغانستان بودم و یکی از بهترین تحفه هایی که خداوند برای من داد او 10 سال بود. با وجود جنگ، با وجود ناآرامی، با وجود ای که امنیت وجود نداشت، ولی آب و هوای وطن، مردم وطن، غذای وطن، همه دیگه چیز است. موسیقی و هنر سرحد ندارد. میخواستم دانسته باشم که هنری رویادوست کدام مرزها را عبور کرده و تا به کجاها رسیده، در کدام کشورها شما برنامه فرهنگی اجرا کردید، با کدام از هنرمندای ما تاجیکستان شما روابط همکاری دارید؟ شما سلامت باشین. هنر مرز نمیشناسه و برنامه ما به زیاد ممالک زیادی بوده. تاجیکستان خود شما، ازبکستان، امریکا، کانادا، خود افغانستان، ایران. فقط من کار هنری کردم، برنامه نداشتم و البته به جای مختلف دیگه، شاید یاد من نباشه، ترکیه، دبی. و با هنرمندای شما، من خانم خجسته را میشناسم، دوست من هستن، اگر میبینین سلام برسانم. خانم مایره تایری و دوستانم خدا زیاد هستن که من میشناسم از تاجیکستان. تا حال فرصت یاری نکرده که ما با هم کار مشترک داشته باشیم، ولی در آینده اگر شود چرا نه. شما چند سال است که در جاده صنعت هستین و چند سرود ایجاد کردین؟ با خدا سروداره که من اصلا همین لحظه نمیتونم برای شما بگویم چند سرود است، چون هیچ وقت نشیشتیم، حساب نکردیم. با که نیست، اما سروده که بیشتر موردی که گیری زبان هاست، موردی زبان هاست شما میشناسید یا شما بیشتر پسند شما است. من میدونم که سروده که یکی از سرودایی که در ذهن اومد در تاجیکستان هم زیاد شنیدیم، همین سرودی که شما با همراهی یک گروه در تاجیکستان رویادوست اجرا کردید، خیلی مقبول، سرود خوب هم بود. سرود یعنی که چی بود؟ ما میگیم اون را سرودی دست جمعی بود. بله. درباره تولید همین سرود میگفته، این سرود چگونه تولید یافت؟ کی ایده ای کی بود؟ یعنی که کی با شما پیشنهاد داد که همین چنین یک سرود باشد؟ ما اتفاقا 3 آهنگ، 3 سرود به قول شما ما در تاجیکستان گروهی داشتیم که او را ثبت کردیم، البته به دفعه مختلفه که ما اونجا مسافرت کردیم. یکی آهنگ رقص و سما بود، یکی آهنگ توی یا عروسی که عروس و داماد برای عروس و داماد است، و یکی دیگه آهنگ میهنی میخوانیم و میرقصیم بود که و اتفاقا هر باری هم که ما به تلویزیون شما دعوت شدیم و اونجا برنامه داشتیم، یکی از این آهنگا به نشر رسیده بود. و در آهنگ میخوانیم و میرقصیم، چون ما کلا همو یک قلعه را کامپلت، قلعه خالی را دکوریشن و همه چیز اونجا درست شده، یعنی واقعا قلعه سار خیر ببینین. و او یکی از پرکارترین ویدیو میوزیکای ما بوده که در هو هم گروه رقص طفلا، گروه رقص نوجوانا، گروه رقص بزرگسالا، گروه تئاتر طفلا، گروه تئاتر نوجوانا، گروه تئاتر بزرگسالا بازی کرده بودن، نقش بازی کرده بودن و همچنان چندین بخش دیگه از جامعه در اونجا رول بازی کردن و همچنان طفلکای بسیار خرد، بسیار شیرین که من بسیار ویدیو رو دوست دارم. و تقریبا تمام لباس هایی که ما برای لباس عسکر، لباس ترافیک، لباس معلم، اینا همه را ما به طیاره او موقع بکس از افغانستان با خود آورده بودیم. و از اون خاطر چون ما هم در افغانستان یک قلعه داریم شبیه قلعه اسار، همه که اول که ویدیو رو دیده بودن فکر کرده بودن کابل است، باز آیسته آیسته دیدن. و در برنامه تلویزیونی که ما میمان شدیم اونجا دانش آموزای دعوت شده بودن که اونا اجازه داشتن از ما سوال بکنن. اولین سوال از اونایی بود که چقدر مصرف شده؟ ما گفتیم بسیار زیاد.
چی تصمیمی در پیش دارد؟ یا نقشه سفر هنری یا اجرای برنامه دیگر در رفع نوروز بین المللی که همگی چند ماه دیگر باقی مانده به کشورهای حوزه نوروز تصمیمی نداره؟ هنوز تصمیم 100% گرفته نشده که کدام کشور. ماها خو همیشه من شوخی میکنم میگم بکس ما همیشه بسته کردگی است، به خاطر که کار ما همی است و این شکر است. این چیز خوب است، سفر همیشه یک چیز خوب است به انسان، با وجودی که بعضی وقتا کاری خستگی های کاری را همراه خود داره، ولی دیدن مردم و دیدن همون مملکت باز خستگی های کاری را از تن و بدن انسان میکشه بیرون. میخواستم اطراف کمی مختصر اطراف وضعی فامیلی شما دونسته باشم. شما این کسب هنرمندی آوازخوانی را از پدر گرفتین یا که همونطور فوق العاده شد؟ و در فامیل کدام نفر از اهل فامیل یعنی اهل اویله شما پیروی میکنن به همین کسب شما؟ میخواستم در این باره بیشتر دانسته باشم. و نقطه اساسی را برای ما بیان کنید که شما تو چند وقت روی صحنه هستید یگان شاگرد تیار کردید، آماده کردید؟ خب سوال اول شما نه از فامیل ما، از پدر و پدرکلان یا اینا هیچ کس در هنر بودن، در خطاطی، در رسامی، در هنر شاعری ولی موسیقی نه. برادرم هست که کار میکنه، البته تنها در اتاق خود پیش خود. فرزند هنر باش نه فرزندی پدر، فرزند هنر زنده کند نام پدر. خیلی خوب است که شما به این جوانی توانستین در یک مدتی کوتاه در خیلی بیرون از کشورهای فارسی زبان یک هنر خود معرفی کردید، فرهنگ خود را نگاه داشتید. این مایه افتخار ما است، چون که اگر بخواهند که کشور رو مثلا از بین ببرن، اول فرهنگی او را میدوزن، زبانی رو از بین میبرن، پس اون کشور رو. اما ما و شما که رسالت ما، وظیفه ما است که همین فرهنگ حفظ کنیم. مثلا ما همه اهل فرهنگ هستیم و ما افتخار است که شما در چنین یک کشور بزرگ در مثلا قلب اروپا از زبان خود، از فرهنگ خود حفظ میکنند. این مایه افتخاری ما فارسی زبان ها است. و تمنیات نیکی شما با بینندگان شما، با هواداران و دوستداران هنری والای شما در کشور تاجیکستان چی است و چی وعده میدید که کی به دیدار آنها میرسید؟ حتما انشالله، چرا که نه. من وقتی که من زیاد به تاجیکستان رفت و آمد داشتم، اولا با بعضی از لغتایی که شما میگین من آشنایی نداشتم. من وقتی که در میدان هوایی یک بار پاسپورت کنترل میکردن تیر شدم، برای من و خانم گفت حافظه است، حافظه. من فکر کردم یعنی چی؟ مقصد از اینا چی است؟ من هنوز نمیفهمیدم که شما به هنرمند خانم حافظه میگین و به هنرمند آوازخوان مرد حافظ میگین. من اون لغت از اونجا یاد گرفتم و بعد از اون دیگه وقتی که میرفتم و میامدم زیاد در میدان هوایی دوستای داشتم که همه بودن میشناختن. در خود مملکت شما من دوستای دارم که من اگه میبینن سلامایم برشان تقدیم میکنم. در کنسرت من اونجا بودن، برنامه ها داشتم در دوشنبه و انشالله که چرا نه باز هم میداشته باشیم. حتما سلامت باشین. یک بار دیگه ما اظهار سپاس میکنیم برای اینکه شما در خانه دویم خودتون بگیم، یعنی که در جایی که استقامت زندگی دارید ما را قبول کردید. بگذار که هنر شما باز هم فراتر از مرزها برد، مثلا سربلند و موفق و نکنام باشید. همه وقت در کشور همسایه و دوست و برادر شما تاجیکستان برای کل مردم فارسی زبان از جمله افغانستان، از جمله اهل هنر باز است و انشالله که دروازه مملکت ما هم برای شما و همچنان تمام هنرمندای خانم شما هم باز باشه. ما در مملکت خود زیاد هنرمندای تاجیک داشتیم، هم آقایان هم خانم ها که همیشه آمدن و اونجا برنامه اجرا کردن و انشالله که دوباره باز هم ما میزبان شما باشیم. چون که سیاستی که رهبری ما گرفته پیش، سیاستی رهبری ما سیاستی درهای باز نام دارد. از رهبر شما اینجا یک تشکری خاص میکنم و انشالله که سایه از اونا سر ممالک ما هم بیفته و ممالک ما هم آزاد شوه بخیر. با شما و اهل گروه شما که در پولوی شما کار و زحمت میکشن برای موفقیت، قله های بلندی صنعت رو، یعنی که فرهنگ و صنعت رو تمنا میکنیم. انشالله که تا زندگی باقی است دیده به دیدار میرسد. باور داریم که ما شما باز در دوشنبه با هم میخونیم، با در برنامه شما مثلا اشتراک میکنیم و هنر والای شما را
ما که رسالت ما است طریق تلویزیون به فارسی زبانان دنیا نشون میدیم. زنده باشین. تشکر از شما، تشکر از بیننده های شما، از سایه جان عزیز تشکر، از شاپور جان عزیز تشکر و انشالله که در خدمت خواهیم بود. و اینجا با برنامه خود اکتفا میکنیم. فکر میکنیم که از صحبت ما یک غذای معنوی گرفتید. برنامه های دیگری ما ادامه دارد. پیگیری برنامه های ما باشید. شب و روزتان خوش.